این دو تا نرم افزار در طراحی لباس و درآمدزایی میترکونه. اولین نرم افزار مارولس دیزاینره که بیشتر شبیه سازی پارچه و برای بازی‌های گیم، انیمیشن و اکشن ها به کار میره و آواتارهاش حالت آواتارهای گیم مانند داره. نرم افزار دوم کلو 3Dه که آواتارهای مدل‌های لباس که هر کدومشو که بزنیم یه مدل لباس با یه جور اندام داره که میتونین توی مزون‌ها شخصی سازیش کنین و مدل‌های شبیه سازی لباس رو انجام بدین، الگو سازی کنین و الگوهاشون طبق سایز مشتریتون انجام بدین. من مریم ظاهری هستم، مدرس آکادمی بانو کافه‌ای در رشته طراحی لباس با نرم افزار مارولس دیزاینر و کلو 3D.